گاهی وقتا میبینید تو قلبها نفرت آمده، عداوت آمده. خیلی تلاش کردی مردمدار باشی، اجتماعی باشی، خیلی تلاش کردی تا مهر طلب باشی و محبت دیگران رو به سمت خودت بکشی. گدای محبت شدی، کشکولی درس گرفتی، رفتی پیش این پیش اون پیش این که یه ذره محبت گدایی کنی، محبوب دلها بشی، دست به هر کار زدی. گاهی وقتا حقوق خودتو پامال کردی، حقوق نفستو پامال کردی، خواسته های خودتو فدا کردی، گاهی وقتا حدود خداوند رو شکستی به خاطر اینکه دیگران رو از خودت راضی کنی، به چیزای خوب ببینی. اما نه تنها چیز خوب ندیدی، دیدی که همه چیز برعکس شد. خلق با تو بدخو شده، اون چیزی که تو انتظار داری اون نمیاد. اینو یه جای دیگه جستجو کن. یه وقتایی هم میبینی که تو جامعه یه چیزایی به وجود آمده که باب میلت نیست. خیلی تلاش کردی همه رو از خودت راضی کنی، خیلی تلاش کردی که از دست قضاوت‌های مردم خلاص بشی و برای این که میش نزنن، اتهام نزنن، دست به هر کار زدی، آویزون این و اون شدی، گدای محبت این و اون شدی، برای رضایت اینا هر کار کردی. اما دیدی اونی که من میخواستم اصلا نشد. اینجا بدون کاری یه جای دیگه داره میلنگه. الله ناراضه. غم چو بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آید کار کن. وقتی غم دیدی تو زندگیت، نگاه نکن این غم از چی آمده، از کی آمده، نگاه کن کی آورده. غمها رو وقتی میبینی استغفار کن. یونس علیه السلام خودشو توی یک تنگنایی دید، میتونست عالم و آدم رو متهم کنه. تقصیر اون مردم بود، تقصیر اونا بود که دعوت منو قبول نکردن، تقصیر اونا بود که به دعوت من پشت پا زدن، تقصیر اونایی بود که منو تو دریا انداختن، تقصیر این نهنگ بود، تقصیر این دریاست، تقصیر این موجاست، تقصیر این ظلمت شب، تقصیر. ما تا یه وقتی توی ظلمت و تاریکی گیر میکنیم اینطوریم، نه؟ عالم و آدم رو متهم میکنه. اما یونس علیه السلام تو اون ظلمت ها و تاریکی ها فهمید مشکل از منه و نادا فی ظلمات، در همون تاریکی ها الله رو فریاد زد، لا اله الا